طی چند سال آخر گرفتاران بیماری سیل در ولایت سوخت و حالت فوت از این بیماری تا جای کاهش یافته است، اما در شهرهای استقلال و ظفرآباد و مسجد و پنجکند تعداد گرفتاران بیماری سیل زیاد شده است. این نکته را اصلالدین رجبزاده، دیرکتور مؤسسه دولتی مرکز جمهوری حمایت اهالی از سیل، هنگام کنفرانس بین المللی که در مجلسگاه آسایشگاه بهارستان برگزار گردید تاکید کرد و میگوید از سال 2007 این جانب در کشور سطح بلند بیماری از سیل بین اهالی به قید گرفته نشده است، ولی نوابسته از این کاربری در سمت پیشگیری و کاهش یابی ساکنان از بیماری سیل را مسئولین مهم ارزیابی میکنند. تبابت بیماری سیل پورا به طور رایگان به راه مانده شده است. داروهای ضد سیل از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان طلبات پورا جمهوری تاجیکستان خریداری کرده می شود. تنها نگفته نماند که تبابت بیماری سیل نه تنها از داروهای ضد سیلی وابستگی دارد، چون که در وقت تبابت بیماری سیل غذای سالم نیست یکی از سبب‌های تستر سری وقت شفایابی بیماری سیل می باشد. اصلالدین رجبزاده تاکید کرد که سطح بلند بیمارشوی اصیل بین اهالی جمهوری تاجیکستان سال 2007 به قید گرفته شده بود که نشاندادی آن 78.5 موافق به 100,000 اهالی برابر شده بود. حالا این نشانداد در سال 2020 به 40.5 نشانداد و 100,000 اهالی رسیده در 4 ماه اول 2021 تا به 38 نشانداد کاهش یافته است. آیدی فهمانیدن نمودهای بیماری سیل، مهلت تبابتی آن، راههای پیشگیری و عاملهای گرفتارشوی به این بیماری مسئولین پیوسته با ساکنان ملاقات و صحبت ها می‌گذرانند. یکی از کمبودی‌های اساسی ساحه سیلشناسی این نورساگی کادرها در ساحه سیلشناسی بود. خوشبختانه دیگر دستاوردی که در ساحه سیلشناسی به نظر می‌رسد این سال از سال زیاد شدن کارمندان ساحه سیلشناسی متخصصان در سمت حمایت اهالی از بیماری سیل میباشد. کنفرانس بین المللی با مقصد تطبیق لایحه یوساید آید به برهم دادن بیماری سیل در آسیای مرکزی دایر گردید. در کنفرانس مذکور معاون رئیس ولایت سوخت زینور عظیمی، دیرکتور منطقوی لایحه یوساید آید به برهم دادن بیماری سیل در آسیای مرکزی دلارام قاسمووا، دیرکتور مؤسسه دولتی مرکز جمهوری حمایت اهالی از بیماری سیل اصلالدین رجبزاده اشتراک نموده آید به راههای پیشگیری و مبارزه بر ضد بیماری سیل سخنرانی نمودند. در سطح کمک اولیه طبی سنیتری 25 گروه دستگیری بیماران فعالیت می‌کنند. مقصد تشکیل کردن گروه مذکور که کاربری آید به معالجه و موفقیت هر بیمار، پیشگیری از تبابت و کاهش دادن حالت‌های خفت از بیماری سیل می‌باشد. دیرکتور منطقوی لایحه یوساید آید به برهم دادن بیماری سیل در آسیای مرکزی دلارام قاسمووا سخنرانی نموده قید کرد که امروز در جمهوری تاجیکستان طبق لایحه مذکور در 3 سمت کارها به راه مانده شده است و تاکید کرد که مسئولین ساحه بهره پیشگیری و مبارزه بردن با بیماری سیل تمامی کوشش و غیرت خود را روانه کردند. Проект ЮСАИД по ликвидации туберкулеза в Центральной Азии является пятилетним проектом с общим бюджетом около 32 миллионов, и большая доля этих средств и деятельности запланирована в Таджикистане. Также у нас есть офисы в других странах Центральной Азии, и со 2-го года мы начали работать во всех 5 странах. در عملی گشتن لایحه یوساید آید به برهم دادن بیماری سیل در آسیای مرکزی سهم جمعیت هلال احمر تاجیکستان نیز نظررس ارزیابی کرده می شود، زیرا نمایندگان این تشکیلات نیز بین اهالی کارهای فهماندهی را آید کاهش دادن گرفتاران بیماری سیل منتظم به راه مانده‌اند. Очень важно отметить, что подготовленные волонтеры из числа сообществ, они являются именно теми посланцами здоровья, которые на системной основе поставили работу по контролю, непосредственному контролю за лечением TB больных. در جریان کنفرانس بین المللی اشتراکچیان موضوعهای دستاورد و کمبودی‌ها، نقشه‌بندی مبلغ‌گذاری در ساحه سیلشناسی و دستگیری لایحه یوساید در ولایت سوخت را مورد محاکمه قرار دادند. گزارش فرزانه شمسی و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.